سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیز. طبق روال هر هفته جمعه بریم بررسی شاخص کل شاخص هموز بورس ایران و همچنین مقایسهش با بازار دلار طلا و سپرده رو انجام بدیم، ببینیم کدوم بازار احتمال رشد بیشتری داره. دیروز هم ویدیو دلار رو تحلیل کردیم، میتونید تو کانال یوتیوب ببینید. خب بریم اول سراغ شاخص کل. شاخص کل توی اگر روزانه بخوایم این چند هفته اخیر رو بررسی کنیم، چند ماه اخیر رو بررسی کنیم، شاخص کل یه روند اصلاحی نزولی داشت. الان اون کانالش شکونده. اول خب انرژی برای بالا رفتن نشون داده بود، اما دوباره اومده پایین سقوط کرده. اینجا داره درجا میزنه، انتظار بالا رفتن براش داریم. یه کانال کوتاه مدتی الان ما که بکشیم برای اصلاح همین چند هفته اخیر که انجام شده. تقریبا احتمال داره این اصلاح رو بتونه بشکونه، ولی شرط اول ما چیه؟ شرط اول ما اینه که دلار بره بالا. فعلا شاخص فقط داره به دلار واکنششون میده، اتفاق خاص دیگه توش نیفتاده. اینجا یه حمایتی هم داریم روی تقریبا 2 میلیون واحد. باید ببینیم این حمایت میشکنه یا رد میشه. احتمال رد شدن ازش هست، یعنی زمانیه که شاید بد نباشه آدم تو بورس سرمایه گذاری کنه، ولی یه چند تا ولی داره که حالا جلوتر میگیم. پس باید اول منتظر باشیم این کانال کوچیک بشکنه، به سمت بالا حرکت کنه. برای اون کسایی که میخوان با اطمینان بیشتری وارد بشن، یعنی جای درستری وارد بشن، باید وایسن. قبلا تا 2,150,000 وارد رفته بود شاخص کل. اصلاح که داره انجام میده، اگر بخوایم بفهمیم اصلاح واقعا پایان گرفته یا نه، باید وایسیم تا دوباره از این قله 2,150,000 تا رد بشه یا از این 2,200 رد بشه. بعد بخواین سرمایه گذاری کنیم و با خیال راحت تر بگیم که حتما یه دلیلی وجود داره. وقتی شاخص بتونه اینقدر حرکت کنه، حتما یه دلیل منطقی وجود داره و بازار داره رشد میکنه. خب این از شاخص کل. بریم سراغ هفتگیش هم ببینیم، چون بیشتر تمرکزمون رو نمودارهای مقایسه‌ایه. زیاد حالا روی این تحلیل‌ها سعی می‌کنیم ساده باشه، خیلی پیچیده هم نکنین تحلیلاتون. کار خاصی نمی‌خواین انجام، فقط روند رو نگاه کنین براتون کافیه. بریم سراغ شاخص کل تو نمودار هفتگی. نمودار هفتگی هم می‌بینید همچنان روی 2 میلیون هستیم. حرکت اصلیمون این حرکت بوده، این اصلاحش حساب میشه. حالا باید وایس ببینیم تا کی این اصلاح میخواد تموم بشه و این اصلاح گفتم تا از 2 میلیون و نزدیک 200,000 واحد این منطقه 2,150 2,200,000 واحد رد نشه، نمیتونیم بگیم روندمون دوباره داره به سمت بالا ادامه میخواد پیدا کنه یا نه. حواسمون باید باشه. بریم سراغ شاخص کل هموز که تقریبا بیشتر میتونه سبد سهام نشون بده، وضع شرکت روش تاثیر نداره. خب توی اینجا تو نمودار روزانه‌ش اول بررسی کنیم. نمودار روزانه هم باز همون حرکت اصلی که ما داشتیم. حالا تو هفتگی می‌بینیم اصلاحی که داشتیم به سمت پایین بود، الان این اصلاحمون تقریبا شکسته، از این قله یک کوچولو رد شدیم و استراحت داریم می‌کنیم. رنگ کندلامون قرمزه، باید حواسمون جمع باشه. تو شاخص کلم رنگ کندلا قرمز شده بود. شاید تاثیرهای جنگ روی بورس، مسلما تاثیرهای سیاسی و اتفاقایی که میفته باعث میشه که بورس درجا بزنه یا رشد زیادی نداشته. حواسمون به این باشه اگر خطر ریسک سیاسی باشه، بورس نمیتونه بره بازار مثلا دلار طلا رو بگیره. خب الان این اصلاح هنوز تموم نشده، باید وایسیم اول از این کانالش رد بشه. واسه اون کسایی که میخوان ریسک بیشتری کنن باید وایسن حتما از این کانال رد بشه، و اون کسایی که میخوان با اطمینان بیشتری خرید کنن باید وایسن از قله قبلیش که 2,724,725,000 تا رد بشه با اطمینان و بتونیم بگیم که این اصلاح کامل تمام شده و شاید روند دوباره صعودی بشه، ولی هنوز زوده. خب این نمودارا فعلا چیز خاصی به ما نمیگن، پس سریع بریم سراغ نمودارهای مقایسی. برای ما نمودارهای مقایسی ملاک بیشتریه که ببینیم چی کار قراره انجام بده. برای نمودار مقایسیمون اول از مقایسه خود شاخص کل با هموز شروع کنیم. این نمودار به ما چی میگه؟ وقتی که داره نمودار به سمت پایین میاد، دارای اول که شاخص کله رشد کمتری یا سود کمتری یا ضرر بیشتری، افت بیشتری نسبت به دارایی دوم که هموزنه داره انجام میده. پس شما بین این دوتا دارایی وقتی میخوایم مقایسه کنین، الان فرض کن میخوایم بدونیم که سهم شرکت‌های بزرگ بگیریم یا سهم شرکت‌های کوچیک. وقتی این نمودار رو می‌بینید، نمودار داره به سمت پایین حرکت میکنه، شما میفهمید که سهم شرکت‌های بزرگ بهتره. اما یه امای بزرگ وجود داره. این ابتدای روند که وقتی تغییر میکنه شما باید این تصمیم بگیرید، نه این انتها که انقدر نمودار حرکت کرده.
این انتها باید منتظر باشیم برای اینکه سبدتون رو عوض کنیم و برین سمت شرکت‌های بزرگ. برای اینکه بخوایم برین سمت شرکت‌های بزرگ این روند باید تغییر کنه. برای تغییر این روند باید آخرین قله‌شو بزنه که یه قله کوچیک اینجا زده. یه محدوده حالا دیگه هم داریم، اگه بخوایم با اطمینان بیشتر وایسین انجام بدیم باید وایسین از این محدوده رد بشه که هنوز از اون رد نشده. عددای اینم خب مقایسه‌ای، مثلا 3.2 اینا که عدداش زیاد برامون ملاک نمیشه. و حرکت زیگزاگ رو باید انجام بده که داره اینجا کم کم انجام میده. کانال باید بشکونه که تقریبا مماس شده با شکوندن این کانال. پس ما اینجا از این نمودار میتونیم نتیجه بگیریم، از این دوتا مقایسه هم میتونیم نتیجه بگیریم که احتمال داره حرکت سهم‌های بزرگ شروع شده باشه. حواستون باشه سهم‌های کوچیک خود رشد داشتن، ولی سهم‌های بزرگ مثل فولاد، مثل فامیلی، مثل شرکت‌های پتروشیمی خیلی درجا زدن، خیلی بلا سرشون اومده، نرخ خوراک خیلی اتفاق برشون افتاده و مطمئناً ارزونتر از شرکت‌های کوچیکن و سرمایه گذاری کردن توشون شاید اطمینان بیشتری داشته باشه. این نمودارم کم کم داره این روند رو به ما نشون میده. پس حواسمون باید بیشتر به شرکت‌های بزرگ باشه. ممکنه تو چند ماه آینده اگر بورس رشدی داشته باشه شرکت‌های بزرگ بهتر باشن، اگر افتی بخواد داشته باشه که فکر نمی‌کنم چون خیلی افت کرده، شاید شرکت‌های بزرگ باید بتونن دارایی رو بیشتر حفظ کنن. چون ما مقایسه اون همیشه دو تا وجه داره. تو رشد اونی که بهتره خب بیشتر به شما سود میده، تو افت اونی که بهتره کمتر به شما ضرر میزنه. خب بریم سراغ مقایسه فیروزا با شاخص کل. فیروزا صندوق درآمد ثابته. با شاخص کل بخوام مقایسه کنم یه مدته که این روند رو بهتون گفته بودم که داره میره بالا، قله رو داره میشکونه. یک کوچولوی آخر یک مقدار روندش میشه گفت استاپ کرده. البته این کفو زده بود، کف آخر رو ما انتظار داشتیم که زیگزاگ بسازه ولی زیگزاگ نساخته. تقریبا داره شبیه سقف دوقلو میشه اون بالا، تقریبا به همون جا داره درجا میزنه. کانالی که داشته به سمت بالا رو شکونده. اگر این بتونه دوباره برگرده و از این کف رد بشه، شما میتونید اطمینان بیشتری داشته باشین که شاخص کل یعنی سهم‌های بزرگ میتونن از درآمد ثابت به شما سود بیشتری بدن و این روند ادامه دار بشه. فعلا این اتفاق نیفتاده. فعلا تو این بخش نمودار، تو این چند ماه قبلا هم بهتون گفتم، تو این چند ماه فعلا درآمد ثابت اولویت داشته، شما باید نگه داشته باشید. اما این آخرها خب جای بدی نیست. شاید اون کسایی که ریسک بیشتری میخوان بکنن میتونن تصمیمشون رو بگیرن، ولی اون کسایی که ریسک کمتری میخوان بکنن باید وایسن از این کفه رد بشه که هنوز اتفاق نیفتاده. بریم درآمد ثابت و کل هموزن. درآمد ثابت و کل هموزن میبینیم باز همون اصلاح داره به سمت بالا انجام میشه، تقریبا به همون سقف قبلی یه کوچولو بالاتر رفته. همچنان ما روند به سمت پایین نمیبینیم که بخوایم بریم سراغ سهم‌های کوچیک و کل هموزن. همچنان باید پول درآمد ثابت باشه، اما حرکت اصلی همچنان اینه. این حرکت اصلاحش حساب میشه، شیبش کمتره. همه این مسائل تو نمودار نگاه کنیم میبینیم که احتمال اینکه بورس دوباره بیاد و از درآمد ثابت جلو بزنه هست، اما هنوز برای گفتن این مسئله زوده. باید از این خطی که من اینجا کشیدم رد بشه. همیشه صبر داشته باشین تو بازارها، وایسین تا اتفاقا خودشون رو قشنگ به شما نشون بدن، بعد برین اون کار رو انجام بدین، تصمیم بگیرین. ترس هم نداشته باشین، همیشه موقعیت‌های معاملاتی براتون پیش میاد. بریم سراغ درآمد ثابت و طلا. صندوق درآمد ثابت و طلا رو هم بخوام نگاه کنم، تقریبا اونم باز یه اصلاحی به سمت بالا داشتیم انجام میداده، یعنی درآمد ثابت بهتر بوده. این آخر طلا یه ریزشی داشته، ببخشید داشته میرفته بالا، یعنی دارایی اول که صندوق درآمد ثابت بهتر بوده. این آخر یک مقدار رنج زده، یه قله زده، ولی این چیزی که این آخر ما داریم میبینیم تقریبا تاریخ هم 18 درست، تقریبا بخوام بگم این آخر اگر به سمت پایین بتونه حرکت کنه میتونیم بگیم که روند دوباره داره با طلا میشه. دارایی دوم اینجا حرکت اول جهشش خوب بوده، یک مقدار داره درجا میزنه. دیروز هم تحلیل کردیم، انتظار داریم طلا باز رشد کنه. رو همین حساب احتمال داره که همینجا دیگه پایان روند مثلا درجا زدن طلا باشه همین موقع و دوباره بتونه رشد کنه. اما برای اینکه این کار انجام بده باید اول از این کفی که الان بهتون علامت میزنم بتونه خودش رو رد کنه. این اگه بذاریم در مقایسه با، یعنی در کنار تحلیلی که دیروز انجام داده بودیم برای طلا، اینم پاک کنم که خطامون زیاد نشن. در کنار تحلیلی که دیروز انجام داده بودیم برای طلا، اینم پاک کنم که خطامون زیاد نشن.
این کف قبلی بذار باشه. ببین این کف بالا، این قله بالا هم که جلومت زده اون شکون، بعد اومد دفعه بعد دوباره به همین داره پول بک میزنه. بله خب از این و اون چیزی که دیروز تحلیل کردیم که حجما تو طلا همچنان داره به سمت بالا میره، اگه بخوایم نتیجه گیری هنوز زود رس بکنیم یعنی احتمال زیادی میدیم که این بیاد از این خط پایین رد بشه و اینجا یه زیگزاگ به سمت پایین برای ما بسازه، شاید تو همین مثلا چند روزه. اگر تو همین چند روزه این اتفاق بیفته میتونیم بگیم که طلا داره از درآمد بهتر میشه و شما میتونید تصمیم معاملاتیتون رو بگیرین، به اون شرطی که قبلا بهتون گفتم کل دارایی رو خرید و فروش نکنید. یه بخشی از دارایی رو مثلا تبدیل به درآمد ثابت میکنید، یه بخشش دوباره از درآمد ثابت تبدیل به طلا میکنید. خب بریم سراغ دلار آزادی که دیروز تحلیل کردیم. می‌بینید نمودارش رفته به سمت بالا حرکت کرده تا 53 و 400 500 رفته، دوباره اصلاح کرده. بهتون گفتم احتمال داره تا 51 50 اصلاح کنه. اون روزی که اینجا بود تو قله بود، الان اصلاحش انجام شده، دوباره داره حرکت میکنه. این البته نمودار بار چهارشنبه است، یه مقدار دیگه پایین اومده. اگر دلار رو باید صبر کنید تا دوباره بیاد از این قله که نزدیک 54 تومان رد بشه. یعنی دلار اگر به 54 رسید یا داره 54 رد میشه، شما میتونید اطمینان پیدا کنید که این حرکت قرار ادامه دار باشه. احتمال همون دلار 57 شاید هم 60 تومن شاید بره تا قبل پایان سال. خب بریم سراغ دلار و کل هموزن. دلار و کل هموزن رو بخوایم مقایسه کنیم، دارای اول دلار، پس موقعی که نمودار داره میره بالا، اینجا رنگ عوض شد، موقعی که نمودار داره میره بالا دلار بهتر عمل میکنه. دارای دوم کل هموزن، موقعی که نمودار داره میاد پایین بهتر عمل میکنه، یعنی ما باید بریم سمت کل هموزن. الان که دوباره این نمودار با شدت ضعیفی داره به سمت بالا میره، به ما میگه که فعلا شاید دلار باید بهتر عمل کنه. از اون موقع که این نمود کانال شکست ما اینو گفتیم داره اصلاح میکنه نسبت به بورس. اما این روند رو بخوایم اصلی در نظر و این حرکت رو بخوایم در نظر بگیریم، میگیم که احتمال زیاد این حرکت شاید حرکت اصلاحی باشه نسبت به روند اصلی. یعنی ما انتظار داریم دوباره کف این کانال بشکنه و دوباره بورس یه حرکتی شاید بهتر از دلار بخواد انجام بده. اما این یه اما بزرگ داره. اگر بورس بخواد بهتر از دلار کار کنه، حتما باید شرایط سیاسی درست باشه. یعنی معامله‌گرا توی بورس چون یه دارایی هست، میشه توجه کنید، یه دارایی هست که وابسته به این کشوره. سهمی که شما تو این کشور می‌خرید وابسته به این کشور، ولی دلاری که می‌خرید، طلایی که می‌خرید تو تمام دنیا میتونین اون رو نقد کنید. روی حساب اگر ثبات سیاسی داشته باشیم، مشکل خاصی مثل جنگ و اتفاقی نباشه، بورس شاید بتونه اون عقب موندگیشو که نسبت به دلار طلا داره جبران کنه. اگه نباشه این انتظار رو نباید داشته باشیم. پس باید اینجا انتظار منتظر باشیم ببینیم که اگر دلار از این قله گذشت، این رونده شاید ادامه دار بشه. اگر اومد پایین، بگیم خب کل هموزن داره بهتر عمل میکنه و بیشتر شیفت پیدا کنیم سمت کل هموزن. این حرکتی که آخر زد به خاطر جنگ غزه یک مقدار نمودار ما رو عجیب غریب کرده، یعنی داره نشون میده که شاید این حرکت دلار بخواد بره بالا. فعلا نمیتونیم تصمیم بگیریم، باید وایسیم ببینیم چی میشه و بریم سراغ دلار و شاخص کل. دلار و شاخص کل هم بازم همون جوریه تقریبا نمودارش. حرکت به سمت پایین داشتیم، اینجا تقریبا کانال شکونده، شروع کرده یه حرکت آروم به سمت بالا زده، اینم که پریده از قله‌های قبلی رد شده، اصلاح داره انجام میده. این اگه اصلاح دوباره بیاد بالا، پس معلومه که دلار داره ادامه دار میشه و به خاطر اگه جنگ باشه بورس نمیتونه حالا از دلار جلو بزنه. اما اگر این حرکت به سمت پایین حرکت کنه و بیاد این کف رو بشکنه، نیاز به یه زیگزاگی داریم که کامل کنه و بعد از اینکه این زیگزاگ کامل شد، ما بگیم که سهام بهتر از دلاره و وارد سهام بشیم. خب بریم سراغ نمودار بعدیمون که دلار آزاد و صندوق درآمد ثابته. دلار آزاد و صندوق درآمد ثابت برخلاف اون که همه فکر می‌کردیم، تقریبا این نمودار به این کفه رسیده بود، یه چند بار درجا زده بود، اومده بود بخواسته کفه رو بشکنه. گفتم اینجا که خیلی نمودار ریز میشه حتما یه اتفاقی میفته، نمیتونه این نمودار همینجوری بدون حرکت بمونه. این جنگ رخ داد، نمودار به سمت بالا پرتاب شد، دوباره اومده به همون کفی که داشته. اون چیزی که تو نمودار دلار میبینیم با اون چیزی که اینجا میبینیم یه تفاوت ریز داره، مثل همین کفی که چند بار بهش واکنش شده، دوباره به این کف واکنش شده، داره برگشت میزنه. باید وایسیم حتما از این قله‌ای که اینجا هست رد بشه، یعنی از این محدوده رنجی که ساخته، این خطی که ما اینجا کشیدیم رد بشه. برای رد شدن از اینجا متناظر میشه با دلار 54 تومن رد شدن.
یعنی دلار وقتی از 54 رد بشه اینم احتمالاً از این محدوده رنجش به سمت بالا حرکت میکنه. اگر این اتفاق بیفته شما میتونید وارد دلار بشین، اطمینان داشته باشید. ولی تا موقعی که اتفاق نیفتاده، دفعه قبلا نکنی اتفاق توش نیفته. تا موقعی که این اتفاق توش نیفتاده نرین بگین دلار میخواد از درآمدزای دوم بیشتر سود بده. نه، شاید این اتفاق نیفته. با توجه به حجم‌های دیروز ما انتظار شاید داشته باشیم، اگه پیشگویی بخوایم بکنیم جلو بریم، انتظار شاید داشته باشیم که دلار یه مقدار دیگه بتونه رشد کنه تا تکلیف جنگ غزه روشن بشه. دلار آزاد و طلا. دلار آزاد آخر این برنامه هم آخر صحبتمون هم یه بررسی میکنیم، نتیجه گیری میکنیم، نگران نباشید. دلار آزاد و طلا. دلار آزاد و طلا رو هم بخوام نگاه کنم، یک مدت بود که دلار خب بهتر رشد میکرد. تو کانال قبلی بهتون کشیده بودم، بعد دوباره یه کانالی کشیدیم و دارایی دوم که طلا بود بهتر بود، بعدش نمودار میاد پایین. اینجا تقریبا دوباره یه کانال داشتیم که دلار داشت بهتر عمل می‌کرد ولی زیاد ادامه دار نبود. تقریبا الان به حساب رنج بذاریمش محدوده بهتره، یعنی دلار طلا تقریبا یه موقع طلا میزنه بالا، دوباره مثلا دلار از طلا جلو میزنه، دوباره طلا میاد جبرانش میکنه. اگر قیمت ها بخواد رشد بکنه، فکر کنم دوباره طلا جای رشد داشته باشه، چون که یه مقدار بازار دلار سرکوب میشه، بازار طلا یه مقدار آزادتر. خب طلا و شاخص کل هم بخوایم نگاه کنیم، تقریبا اتفاق خاصی توشون نمیفته. شاید بخواد این زیگزاگ به سمت بالا بره و دوباره طلا بتونه رشد کنه، ولی هنوز زوده برای این حرفا زدن. فعلا همون محدودهای رنجمون رو باید در نظر بگیریم. واسه همینم نمیشه هر هفته مثلا هر 2 روز 3 روز نمیشه تحلیل کرد، واسه اینکه نمودار باید ساخته بشه. بعضی دوستان میگن چرا تحلیل بیشتر نمیذاریم؟ باید یه اتفاقی تو نمودار بیفته تا ما بتونیم یه چیزی بگیم. وقتی نمودار حرکت خاصی نکرده چیز خاصی نمیشه گفت. خب مثلا نمیتونم الان بگم وارد دلار بشین. درسته شاید تو قیمت 51 تومان کسی میخواد بخره و دوست داره تو قیمت پایینتر بخره، ولی مشکل ما ایناست که اگر بخواد حرکت ادامه دار باشه باید وایسیم از 54 رد بشه. تو 51 خریدن شما ممکنه همینجا درجا بزنه، ممکنه تو 50 بیاد و اذیت کنه شما. خب بریم سراغ کل هم طلا و کل هموز. طلا و کل هموز هم تقریبا باز همون روند رنج، یه کوچولو طلا داشته میرفته بالا، زیگزاگش میخواد بسازه، هنوز نساخته. احتمال داره هفته بعد این کارو بکنه اگر طلا به سمت بالا رشد کنه. باید همین اینا با اون اگره هماهنگ شده. خب تقریبا ارز دیجیتال هم نسبت به بورس بخوایم نگاه کنیم، هیچ اتفاق بیت کوین نسبت به شاخص کل اتفاق خاصی توی این مدت نیفتاده براش. فرقی نمیکرده یکی بیت کوین داشته چه شاخص کل یا سرمایه مثلا شاخص کلی داشته، تعامد نمیکرده از نظر بازدهی. باز بیت کوین با طلا هم مقایسه کنیم همونه. ببخشید بیت کوین با درآمد ثابت هم مقایسه کنیم همونه. حالا اتریوم هم تقریبا همین نمودار داره. بذاریم براتون پیدا کنم. اتریوم با درآمد ثابته، اونم تقریبا همین نمودار داره با تمایل به سمت پایین. یعنی شما پولتون تو سپردتون هم بود، پولتون تو اتریوم هم گذاشته بودین، تقریبا فرق خاصی براتون نمی‌کرد. خب حالا بریم سراغ اتریوم با طلای جهانی هم بخوایم مثلا تقریبا همون اتفاق براش شد، زیاد کار خاصی انجام نداده. بریم سراغ نتیجه گیری. نتیجه گیری اینه که اول بگیم که کدوم بازار از همه عقب‌تره. خب مثلا بورس و صنایع بزرگ، شرکت‌های بزرگ مثل فولاد، مثل شرکت بود. کدوم بازار از همه بیشتر رشد کرده؟ خب طلا داره بیشتر رشد کرده و بیشتر رشد می‌کنه. کی میتونیم درآمدمون رو یا سرمایه‌مون رو تبدیل به مثلا تورم بخوایم بگیم دوباره داره رشد میکنه، ادامه دار میشه؟ اگر جنگ بالا بگیره، اگر دلار بالای 54 تومان بره، شما میتونین بیاین به سمت طلا، صندوق طلا. تا موقعی که جنگ بخواد ادامه داشته باشه، شرایط سیاسی ملتهب باشه، از بورس انتظار زیاد رشد کردن نداشته باشین. درسته عقب تره ولی انتظار نداشته باشین بیشتر طلا به شما سود بده یا بیشتر دلار به شما سود بده. اگر شرایط بحرانی آروم باشه، گفتم قبلا تو تحلیل‌های دیروزم که با این اتفاق افتاد دیگه اون قضیه ایران و آمریکا که داشت کم کم اوضاعش بهتر میشد دیگه زیاد انتظار روش نداشته باشین. شاید اوضاع ملتهب‌تر بشه، شاید تحریم‌ها بیشتر بشه، اتفاقا بیشتر بیفته، فشار سیاسی بیشتر بشه، اگر حتی جنگ تموم بشه. این داستان دیگه تقریبا تموم شده. پس اگر هم جنگ اتفاقش مثلا بیاد و یا آتش بسی بشه، احتمال اینکه ما دوباره حالا چند وقت دیگه رشدی تو دلار داشته باشیم هست، چون که تحریم‌ها احتمال داره زیاد بشه مگر اینکه حالا اتفاقای دیگه بیفته. پس برنامه‌ریزی امروز چی میشه؟ اگر دلار بره بالای 54 تومن،
شما میتونین برید سمت صندوق طلا، داراییتون رو بیشتر صندوق طلا کنین، نه که همه پولتون رو برین صندوق طلا بذارین یا طلا بخرین. اگر جنگ استوب کنه ولی دلار آروم آروم دوباره در حال بالا رفتن باشه، انتظار داریم بورس تو اون شرایط بیشتر به شما سود بده، یعنی بیشتر میتونیم برید سمت سهم‌ها، به شرطی که التهاب سیاسی مثل جنگ نباشه. پس این دوتا تصمیم باید داشته باشید. اگر نه، دلار ببینید داره جنگ مثلا آتش بس شد، دلار داره درجا میزنه، همچنان درآمد ثابت تو اولویته و میتونه سود بیشتری به شما برسونه. چون که این اتفاق افتاده، اتفاق برای یه اتفاقی مثل جنگه و نمیتونیم پیش بینی کنیم که چقدر طولانی مدته، کی تموم میشه، کی ممکنه آتش بس بشه، روی حساب نمیشه الان واسش تصمیم گیری 100% گفت. نمیتونم من بر اساس این بهتون بگم که دلار الان مثلا بخریم 50 تا خوب بالا میره. این شرایطی که برای دلار اتفاق افتاده فعلا برای شرایط جنگ غزه است. ولی شرایط اگه ادامه دار باشه، تحریم اگه ادامه دار باشه، آتش جنگ اگه بیشتر بشه، شما میتونید برید سمت دارایی‌هایی مثل دلار و طلا. ممنونم، متشکر. تا ویدیوهای بعدی و لایوهای سه‌شنبه پنجشنبه هر سوال پرسشی دارین، چه راجع به بازار ایران، دلار، طلا، سهام، هر کی پرسش داره و آموزش فارکس و رایگان انجام میدیم ساعت 6 عصر سه‌شنبه و پنجشنبه. میتونید شرکت کنید. اگر راجع به این تحلیل هم پرسشی دارین میتونید بیان کنید و 2 نفر 4 نفر اولی که شرکت میکنن میبرم تو اسکای روم براشون که میتونیم با هم گفتگو کنیم، حتی شیر کنیم، صفحه سیستمشون رو ببینیم، سیستم معاملاتی اگر هر کی مشکل داره، هر بررسی، هر کاری، هر پرسش و پاسخی داریم به صورت صوتی میتونیم انجام بدیم آنلاین. و اگر سوال دیگه هم هست تو کامنت ها بنویسین، حتما به کامنت ها هم جواب میدم. اگر باز سوال خصوصی تر یا پرسش خاصی دارین میتونین ایمیل بزنین hushiranko@gmail.com ارتباط با هم داشته باشیم. ممنون، متشکرم.